شهری باختر، مرکزی معموری ولایت کلانترین کشور ختلان، دوامی سالهای اخیر از نگاه معماری و شهرسازی کلاً سیمای خود را دیگر ساخته، ده‌ها انشاءات معیشی و بناهای بلند آشیانه استقامتی، مرکزهای سودا و تجارت بنیاد و باعث رشد این شهر قدیمی گردیده است. اهالی شهر نیز در حالت افزایش قرار داشته، رفت و آمد مهمانان داخل و خارج کشور، حرکت واسطه‌های نقلیاتی افزوده است. در برابر شکوفایی و رشد اقتصادی و اجتماعی، بهداشت زندگی ساکنان مشکلات زیادی اکولوژی و کاسته شدن مدنیت شهرداری، خللدار گشتن طلبات قانون‌های جاری از جانب برخی از ساکنان به مشاهده می‌رسد که می‌سازد اطراف رفع مشکلات موجوده چاره‌جویی کرده شود. در ارتباط با برطرف‌سازی کمبودی‌های جای داشته، بلند برداشتن معرفت شهرنشینی، سطح دانش حقوقی، پیشگیری از حادثه‌های ساختار و دیگر طلبات موجوده میان ساکنان از جانب گروه‌های کاری، تدبیرهای پروفیلاکتیکی، سنجش حالت واقعی انشاءات گوناگون تعیینات، حالت تازگی و آداب شهرنشینی، عملیات مدنیت شهرنشینی راه اندازی گردیده است. در دایره عملیات پروفیلاکتیکی مدنیت شهرداری در شهر باختر با مقصد برطرف‌سازی عامل‌های خلل‌دار کننده سیمای شهرداری و ترتیبات جمعیتی، بلند برداشتن مدنیت شهرنشینی و معرفت شهرداری و تنظیم دراری فعالیت مرکزهای خدمت‌رسانی جمعیتی، همزمان بلند برداشتن معرفت اکولوژی اهالی، پیشگیری حادثه‌های ساختار، استفاده خودسرانه و غیر قانونی نیروی برق، فعالیت گروه‌های کاری به راه مانده شده است. ضمن راه‌اندازی چنین عملیات از جانب کارمندان ریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی ولایت ختلان و قسم مستقل 21 حربی کننده شده خدمات دولتی آتش‌نشانی اوید به محافظت شهر باختر در یک قطار بناهای بلند آشیانه شهر، سنجش قاعده‌های بی‌خطری از ساختار در تکخانه‌ها، صحن و اطراف بناهای بلند آشیانه گذرانده شد. در نتیجه آشکار گردید که برخی از ساکنان برخلاف قاعده‌های بی‌خطری از ساختار عمل نموده، در چنین تکخانه‌ها مواد سوزشواری، هیزم و دیگر اشیاءهای روزگار را نگهداری می‌کنند که احتمالیت سرزدن ساختار را به میان می‌آورد. همزمان در راهروهای صحن بناهای استقامتی مانع‌ها گذاشته شده‌اند که هنگام حادثه ساختار و واردشوی نقلیات ساختار خاموش‌کنی خلل وارد می‌کند. به اهمیت ظاهر نمودن صاحبکاران علاهیده در بنیاد بناهای بلند آشیانه، رعایت نگشتن کوچکترین معیارهای ساختمانی باعث آن گردیده است که زیرایستگاه‌های برقی در تکخانه‌ها در حالت صدموی زیر آب قرار دارند. علاوه بر این، برخی از ساکنان در نزد بناهای بلند آشیانه خودسرانه انشاءات یاری رسان، آشخانه و دکخانه بنیاد کردند که این عمل آنها باعث کاسته شدن مدنیت شهرداری گردیده است. بر ضمن چنین عمل و رفتارهای کاسته کننده مدنیت شهرداری، ایده ساکنان پسپرت‌های خانه‌های خود را به نقطه‌های مقرر گشتن نمیبرند و در اطراف بناها، جایهای جمعیتی، شفط راهروها حواله می‌دهند که این مناسبت آنها حسن شهرداری را کاسته نموده، جمع‌شوی و بوی غلیظ پسپرتوها به منبع بیماری‌های سرایتی تبدیل یافته است. در دایره عملیات مدنیت شهرداری میان ساکنان، چاره‌بینی‌های معرفتی حقوقی و فهماندهی دایر کرده شده به ساکنان ورقه‌های ترغیباتی دسترس گردید. لازم به ذکر است که استقلالیت و وحدت کامل کشور برای ما ساکنان تاجیکستان نه تنها حیات آسایشته و زندگی خرمانه و پیشروی‌های بی‌نظیر را در مثال بنیادکاری‌های عظیم نصیب گردانیده است، بلکه بهداشت شرایط مادی و معیشی، دسترسی به تجهیزات و واسطه‌های نوترین، تکنولوژی، شهرهای آباد و فضای آرام، امکان واقعی روزگار باسعادت را فراهم آورده است. از ما ساکنان تنها تقاضا کرده می شود که در دایره آداب شهرداری، چهارچوبه قانون‌های جاری زندگی نماییم و از این بیش سهمگزار باشیم در رشد و پیشرفت وطن. حسنزاده اویما، نصرالله عالم، نمازلی ارگش برای برنامه اطلاعاتی اخبار.